این اتاقای جامو اینا ترما اینا. این دو جوان اهل دین و جهانگیر نام دارند. تقایشان 22 اپریل در صفحه فیسبوکی خود نوشته است که این مهاجران تاجیک نه خائنند و نه دزدند و راهزن. گناهشان همین است که در یک جای کار کردند و کارفرما پولشان را نداده است تا مهلت اجازتنامه‌های کاریشان را تمدید کنند. آنها در بازداشتگاه موقتی از حال و احوال خود قصه می‌کنند. به نوشته مؤلف، این مهاجران در شهر ماگنیتوگورسک از طرف پلیس بازداشت شدند و به اداره پلیس برده آنها را برای 5 سال دپورت کردند و بعد 10 روز بازداشت به تاجیکستان فرستاده می‌شوند. اگر از روز رسانه‌ای کردن این نوار حساب کنیم، این دو جوان باید حالا در تاجیکستان باشند. در همین حال خدمات مهاجرت و سفارت تاجیکستان در روسیه به دقت مهاجران می‌رساند که اگر شهروندان تا 15 ایون حالت بودوباش خود را در قلمرو فدراسیون روسیه قانونی نکنند، از جانب مقامات روسیه به طور اتوماتیک دپورت می‌شوند. همچنین آمده است که بعد از عفو گردیدن حقوق ویرانکنی‌های مأموری مهاجران شکایت شده است که یک زمره شخصان منفعتدار و قلابان از فرصت استفاده نموده از شهروندان برای گویا برقرار نمودن میگراسیون کارتا و رجیستراسیا مبلغ‌های زیاد طلب کردند. از این رو می‌باید که مهاجران تنها از خدمات کنسولی تاجیکستان و مقامات دخلدار روسیه معلومات گیرند و مستقلانه به شعبه‌های خدمات فدرالی مهاجرت روسیه مراجعت نمایند. مهاجران محترم، ما نیز خواهش می‌کنیم خود را تا 15 ایون به قید گیرید و برای آگاهی از رویدادهای روز به کانال ما ابونه شوید.